بله سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز و مهربان محمد انصاری، علی محمد هستم از تاجیکستان. بفرمایید علی جان، برادر بزرگوار، بفرمایید. از برنامه خوبتان بسیار تشکر میکنم. واقعا شما رافیجی ها رو در بدر کرده اید. الله متعال است. یه روز در برنامه زنده شاگرد شیطان قزوینی را در شبکه جاهلان ولایت تماشا کردم. درست. باور کنید چنان دروغگویند حتی شیطان از آنها درس میگیرد. الله المستعان. خلاصه گپ و مثل شما استاد عزیز شما را گذاشتند. درباره امام مهدی میگویند او پسر حسن عسکری بوده. درست. و حدیثی اما آنها میخواهند حدیث پیامبر رو صلی الله علیه و سلم رو زیر سوال برند که گفته بود اسمش هم اسم من است و اسم پدرش هم اسم پدر من است. بله. اونا در حدیث پیامبر باوری ندارن، اما شماره گذاشته بودن دروغ بود شماره گذاشتگیشون. بعد با گفته شما 1 کیلو باشون مرد بود. شماره های دروغ برای گذاشتن من میخواستم زنگ زنم این خیلی شماره اصلا وجود نداشت، دروغ بود شماره. الله المستعان. الله المستعان. و دعای این قزوینی رو ببینید الله رو قسم میدهد با خدا ما پیش الله پاک محتاج هستیم. این آدم از خدا نمیترسیده باشد که خدا رو قسم میدهد که فلان کار اگر با آل محمد و آل اصحاب محمد الله رو قسم میدهد. خدای توبه من میخواستم بر آنها سوال دهم اما شماره آن که از بس که دروغ بود نتونستم. باز آن برنده اسماعیلیشان میگوید سخنها را دراز نکنید که با تماشاگران بسیارتر صحبت کنید. طول برنامه باور کنید 4 یا 5 آدم تماس گرفت و 2 تایان را گویا سنی بوده و گفته یک انسان خوب راست گفته است حقیقت که شیطان در یک هفته 2 روز به شکار میبراید و با قمنده روزها در پیش قزوینی درس میگیرد. تو اینقدر دروغ گفتن از برای نماز، از برای روزه، از برای ارکانهای اسلام سخن گویان نمیشود، اما آنها اصلا مسلمان نیستن استاد. برای همین از برادری خوب و مهربان و همه وقت تماس ما رو با شما ثبت میکند احمد جان نیست سلامی گرم داشتم و این مسئله ها رو به شیعه‌های رافضی گمراه گفتنی بودن. بفرمایید. که بر اصحاب پیامبر اهانت میکنی، خیشتن را متحق توق لعنت میکنی، تخم کفر و شرک و بدعت را تو با دلها چنان بیزر میکاری چو شیطان نوزیارت میکنی. هم به ازواج نبی آن مادر مؤمنان بر حریم پاکشان بهتان و تهمت میکنی. دامنت ده از فحشا و از فسق و فجور مال و ناموس کسان را جمله غارت میکنی. خواندن آیت قرآن را تو نتوانی درست ادعای دانش و علم و شریعت میکنی. مرجع تقلید مینامی خودت را ای سفه خلق را وادار تسلیم و اطاعت میکنی. سجده می‌آری به قبر مردگان و روضه ها بود پرستی را تو با نام عبادت میکنی. استناعت هم توسل میکنی بر غیر حق شرک باشد که زیشان خواسته حاجت میکنی. نیست مبنای کلامت نص قرآن و حدیث جملگی قزعبلات از خود روایت میکنی. زنده ها را بر گناه تشویق میداری، چرا مرده ها را منبع امر شفاعت میکنی؟ پرده شرک و نفاق خود دریدی در جهان، هرچی تبلیغ زی کانال ولایت میکنی. از ره کانال اهل بیت و تامین یا فدک خلق را در راه گمراهی هدایت میکنی. از قنوات سلام و کربلا امام حسین برخلاف اصل دین و عقل صحبت میکنی.
با کلمت دشمنی و با وصال باشی عدو، نور را ظلمت بخوانی و شماتت میکنی. بس وقایه لازم است جرم و طمع تا اون تو، ورنه چون میکروب هر جای سراعت میکنی. نور افشاند کلمه هم وصال مانند مهر، در همه جای که شبها نقش ظلمت میکنی. ای مسلمان، گردی اهل بیت و اصحاب رسول، گر دفاع بر جان نمیداری خیانت میکنی. الله اکبر. و از نام شیخ سعدی بزرگوار گفتنی بودم، همه شرمندگی ها از دروغ است، چراغ راستان دائم فروز است. به دنیا اینقدر داری خجالت، چی باشد خجلت روز قیامت. باور کن استاد عزیز، به دروغ گفتن آفتاب رو به دامن پوشانده نمی شود. درست، کاملا. کاملا. باور کن دروغه اینا هستن. ای بنده مگو زیمنمنی ها سخنه، که از مال جهان بود نصیبت کفنه. دنیا خراب هستر بنیاد مکن، با سروری به عدد دلت شاد مکن. این دم که تو زنده غمی فردا را خود، آباد بکن به حرف حق منزل خود. روحت تنت جدا شود وقت نیاز، دریاب تو قصر آخرت را به نماز. یعنی که بکوش تا شود روح تو پاک، پاکیزه رود تنی گران تو بخواب. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جزاک الله خیر علی محمد برادر عزیز. الله مطالب ستون کنه. تشکر از شما. خدا نگهدارتون.